استراتژی 5 کندلی به این صورته که شما با استفاده از 5 تا کندل شما کار داری برای این استراتژی. کلا اول اصلا میاد رو تایم فریم 1 مین و فقط روی تایم فریم 1 مین میمونید. حالا استارت کندل 5 دقیقه‌ای کجا میخوره؟ پایین بچه این نوار پایین رو نگاه کنید. اون دقیقه‌ای که جلو ساعتتون نوشته یعنی 1 دقیقه و 34 اون باید ضریبی از 5 باشه. یعنی بعدیش رو که میری 35 و ضریبی از 5. این اوکی. چرا اینو دارم بهتون میگم؟ چون استراتژی کلا با همین رونده. بریم استارت بزنیم. کاری که باید بکنی چیه؟ میای کندل رو نگاه کنی، اون تایم پایینش رو میبینی الان رسید به 12:45. 45 ضریبی از 5 یعنی استارت کندل 5 ما اینجا بوده. شما میان کندل اول رو پیدا میکنی، کندل آخر پیدا میکنی، بالاترین قیمت ها و پایینترین قیمتاش رو داخل باکس میذاری. صبر میکنی که قیمت بیاد بشکونه و زیرش کلوز بده. یعنی این کلوزه رو داد، من مطمئن شدم زیر این بسته شد، روی بعدی دقیقاً همون اولش که واز میخواد بشه کندل من وارد میشم. SL کجا میاد؟ پشت همون